سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یک ویدئوی بسیار کاربردی اومدم خدمتون که برای همه افراد مناسبه. ممکنه در طول روز بر اثر فعالیت‌های روزانه خسته بشید، مثلا از اداره برگشتید منزل، احساس خستگی زیادی دارید، یا اصلا صبح که از خواب بیدار میشید خواب مناسبی نداشتید، بدن احساس خستگی داره. ویدئوی امروز برای شما عزیزان در این جهت کاربرد داره. پس برای رفع خستگی میتونید از این ویدیو استفاده کنید. قبل از اینکه بریم سراغ سری تمرینیمون ازتون میخوام که کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو جدید براتون میذاریم نوتیفش براتون بیاد. لایک یادتون نره، کامنت بذارید، پیشنهاد بدید. بر اساس پیشنهادات شما ما براتون ویدیو تهیه میکنیم. خب در ابتدا یک ریلکسیشن در وضعیت نشسته میخوایم انجام بدیم. حالا اگر که میخواین میتونید تکیه بدید، حتی میتونید لبه یک کوسن بنشینید که راحت تر تو وضعیت نشسته قرار بگیرید. هر نشستی که توش راحت هستین ولی ترجیحاً متقارن باشه. دستتون هم رها میکنید روی پاها، لازم نیست مجرای خاصی به دستتون بگیرید ولی دقت کنید که پشتتون صاف باشه. چشم و دهان رو آروم میبندیم. توجه رو میبریم به وضعیت نشستمون. اگه وزن رو روی یک سمت لگن انتقال دادیم سعی میکنیم که مساویش کنیم. حالا توجه رو ببرید به حس و حال تنتون. احساس خستگی رو بیشتر کجاها دارید احساس میکنید، تجربه میکنید؟ مثلا کمرتونه، مثلا کتفتونه، سرشانتونه. یکی از این قسمت هایی که خسته تر هست رو انتخاب کنید و تصور کنید که حفره های بینیتون روی اون قسمت قرار گرفته. وقتی که نفس میکشید انگار که دم و بازدم رو از اون اندام انجام میدید. مثلا کمرتون رو انتخاب کردید. وقتی که دم میگیرید انگار که هوا رو از ناحیه کمر وارد بدن میکنید و با بازدم تمام خستگی ها رو خارج میکنید. به همین ترتیب ادامه بدید. دم و بازدم ها عمیق و آرام از بینی انجام میشه اما در اون اندام تجربه میشه. حالا آگاهی رو از اون اندام بردارید. به نفس‌های عادیتون برگردید. یک پالمینگ انجام بدید. بذارید روی چشماتون، دستا رو آروم چشما رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم و با این ریلکسیشن ابتدای کلاس آماده هستیم برای انجام آسانا. خب برای اولین تمرین میخوام که پاهاتون رو دراز کنید. باز میتونید اگه لازمه تکیه بدید یا لبه یک کوسن بنشینید که فشار بهتون نیاد. قشنگ پاها رو دراز کردم، دستها رو روی رانها قرار دادم که از بلند شدن زانوهام پیشگیری کنم. پاها یک کوچولو از هم فاصله دارن و اکتیو هستن، یعنی قشنگ پنجه رو به سقف هستش. حالا چیکار میکنم برای اولین تمرین؟ با دم انگشتای پا رو از هم باز میکنم و با بازدم روی سینه پا جمع میکنم. لطفاً آهسته انجام بدید که دچار کرامپ یا گرفتگی نشید. اگر دچار گرفتگی توی این ناحیه شدید آروم ماساژش میدید. خب اینو میخوام که 5 دور انجام بدید. با دم انگشتا باز با بازدم قشنگ خم میکنید. خیلی برای رفع خستگی بهتون کمک میکنه، به ویژه اونایی که پاتون توی کفش بوده مدت طولانی. خب یه کوچولو پنجه ها رو به طرفین رها میکنید، دستتون رو پشتتون حائل میکنید. ببینید با همین تمرین ساده الان وضعیت انگشتان پاتون چه تغییری کرده. تمرین بعدی میخوام یکم ذهنتون رو هم بیارم به لحظه. میخوام که با دم 2 تا شستتون رو به طرف خودتون بکشید ولی 4 تا انگشت دیگر رو به طرف مقابل و با بازدم برعکس. ببینید چقدر موفق هستین در انجام این تکنیک. اینم میخوام 5 جفت انجام بدید. پس با دم و بازدم ببینید آیا میتونید که اون کوردینیشن یا هماهنگی رو بین انگشتان داشته باشید یا نه. خب وقتی که تموم شد باز یکم استراحت میکنیم. به اثر تمرین آگاه هستیم. تفاوت
تمرین 1 و 2 رو توی انگشتان پاتون چگونه احساس میکنید؟ برای تمرین 3 پا آماده میشین. پاها رو قشنگ جفت میکنید، دستتون همچنان روی رانتون هست، چرخش مچ پا. اینجا دیگه پنجه پا حرکت نداره و زانو بلند نمیشه. 5 تا دایره از راست میزنم هم جهت، نیم دایره دمه، نیم دایره بازدم. تمام دم و بازدم ها از بینی انجام میشه و 5 تا دایره هم از چپ به راست. بشمارید خودتون. اون شمارش کمک میکنه که ذهن شما بیشتر بیاد به لحظه. خب تموم که شد. حالا خلاف جهت هم میخوام حرکت بدم. پاها رو اونقدری فاصله میدم که وقتی به طرف هم میارم شست پاها مماس بشه. باز اینجا دارم خلاف جهت 5 دور از داخل به بیرون حرکت میدم. مرسی. خستگی پاهاتون کاملا برطرف میشه با این تمرین ها. عین ماساژ میمونه. و جهت عکسش از بیرون به داخل، نیم دایره دم، نیم دایره بازدم. خیلی عالی. مرسی. تموم که شد. یا دستتون رو پشتتون حائل کنید ولی وزن رو روش نندازید، یا اینکه پا رو هلالی کنید، دست رو به این شکل رها کنید روی پا، استراحت کنید و آماده انجام ادامه تمریناتمون میشیم. خب آماده انجام تمرینات بعدیمون هستیم که در محدوده دست هامون هستش. دست های ما هم بر اثر کار روزانه به هر حال خسته میشن، انگشتامون به خصوص. میخوام که دستاتون رو به حالت ناماسته روی جناق سینه قرار بدین، یکم هم فاصله بدین. بعد دونه دونه انگشتایی که الان مماس هستن رو به نوبت از هم فاصله میدین و دوباره برمیگردونین. باز این تمرین هم روی انگشتاتون داره کار میکنه، هم رو ذهنتون کمک میکنه که ذهنتون بیاد به لحظه. خب به همین ترتیب دونه دونه ببینید آیا موفق میشید که فقط اون انگشتی که نوبتش هست رو فاصله بدید، یا اینکه نه مثلا ناخواسته انگشت دیگه هم داره دور میشه. خیلی عالیه. سرشانتون انقباض نداره، به این حالت کاملا رها هست، گردن آسوده هستش. این دور آخرمون هستش. میریم و برمیگردیم. مرسی. حالا انگشتا رو توی همدیگه قلاب بکنید. اول راست و چپ خیلی نرم. این برای رفع خستگی مچ دستاتون خیلی خوبه. 4 5. حالا چرخش. 5 تا از راست خیلی نرم. 4 5 جهت عکسش، سرشانه رها. 3 4 و 5. خب حالا قلاب دست رو برمیگردونم به طرف روبرو، قشنگ میکشم. اینم برای اون کشش های بعد از اون خستگی روزانه خیلی بهتون کمک میکنه. بعد میبرمش بالا، دوباره میارم روبرو و به طرف خودم. دور دوم میکشم حسابی، میبرم بالا، برش میگردونم و میارم به طرف خودم. یه دور دیگه بکش قشنگ خودتو. مرسی. دوباره و به طرف خودم. 2 دور دیگه بکش قشنگ. نفس جاری باشه، دهان بسته با بینی نفس میکشیم. عالی. مرسی. و استراحت میکنم. به اثر تمریناتی که در محدوده دست انجام دادیم آگاه باشید، استراحت کنید، آماده ادامه تمرینات بشید. خب در ادامه تمرینات یک پکیج خیلی خوب داریم که حسابی خستگیتون برطرف میشه. ابتدا میخوایم روی کشش پهلوهامون کار کنیم. همینجوری که نشستیم دست راست رو میذاریم، آروم میلغزونیم، سر میدیم و دست چپمون میاد قشنگ میخوابه روی گوشمون. خوب خودتو بکش، یعنی محدوده لاتیسیموس دورسی پهلو رو داریم میکشیم. حالا میریم سمت دیگه، باز به همین ترتیب وزن رو نمیندازیم رو دستی که روی زمین هستش. خوب کشش میدیم، قوس نمیدیم به این قسمت. نفس جاری هستش وقتی مکس داریم. دور دوم نفس و کشش، کمی مکس داریم. مرسی. سمت دیگه. خوب خستگیتون برطرف میشه. عالیه. یه دور دیگه انجام میدم. بکش نفس. مرسی. سمت دیگه. خوب بکش خودتو. عالی شد. خب برمیگردم. حالا تو همین پوزیشن میخوایم بریم برای پیچ. دستا رو میبریم بالا و میاریم به این شکل. ببینید دست چپ من اومده پشت ران راستم، دست راستم پشت کمر چپ. حالا اونایی که محدودیت در ناحیه کمر دارن خیلی پیچ رو کامل اجرا نکنن. دم و بازدمتون ترجیحاً شکمیه، یعنی اینجا شکم رو باد میکنم و وقتی که میرم به پیچ بازدم، یعنی شکم رو کامل میکشم به داخل.
مرسی. با من انجام بدید. داینامیک داریم پیچ رو انجام میدیم، یعنی مکسی نداریم به اون صورت. 2 دور دیگه داینامیک، سرشانت رها باشه. مرسی. عالیه. قشنگ خستگی های کمرتون برطرف میشه. خب حالا میخوایم بریم سراغ خم به عقب با همین وضعیت نشستمون. از این زاویه بهتون نشون میدم. ببینید همینجور که نشستم ترجیحاً انگشتا به طرف باستن باشه که اجرای تمرین براتون راحت تر باشه، فشار زیادی بهتون نیاد، ولی میتونید به بیرون هم قرار بدید. خب به این شکل وقتی که دست رو مستقر کردم حالا لگن رو جدا میکنم. دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید دقت کنید خیلی خم به عقبتون کامل نباشه. بعد آروم برمیگردم، دست رو روی پا رها میکنم، برای دور بعد آماده میشم. خیلی خوب فضای قفس سینه باز میشه. مرسی. برمیگردم. 3 نفس. برمیگردم. 4 بله و 5. مرسی. حالا اگه فشار اومده به مچتون این کار رو بکنید، انگار که مثلا ظرفا رو شستین داری میتکونید. بتکون باد بزن. خوبه. لق لق. عالیه. خب حالا بریم به نوعی مکمل تمرین قبلی که خم به عقب بود که میشه خم به جلو رو انجام بدیم. ببینید به این شکل خیلی آروم میتونی پشتت هم کمی گرد کنی، میای پایین. حالا دوستانی که دیسک بیرون زده دارن، سرخوردگی مهره دارن، میتونن تا همین حد بیان، ولی اگه محدودیت نداری حتی کامل میتونید که بخوابید، یعنی پیشونی رو کامل قرار بدید و بعد باهاش شروع میکنیم به حرکت دادن خودمون عین عقربه های ساعت. ببینید به راست اومدم، به چپ میرم، به همین ترتیب به راست. لگن رو ولی ثابت نگه داشتین، دقت کنید. به چپ، یه دور دیگه به راست و به چپ. میبینید که چقدر خوب داره روی کشش های پهلوتون کار میکنه، ضمن اینکه خم به جلو هم هست. حالا آروم آروم قدم میزنید و وضعیت نشسته در میاد. کمی استراحت کنید. از اثر این پکیجی که انجام دادیم، 4 تا تمرینی که پیوسته بود آگاه باشید، آماده ادامه تمرینات باشید. تمرین بعدی در محدوده گردن هستش. خیلی ها ناخواسته گردنشون رو منقبض میکنن، در طول روز کلا خسته میشه گردنشون. یکی از سیف ترین و ایمن ترین تمرینات گردن رو میخوایم با هم انجام بدیم. ببینید فرض میکنید که روی صفحه مقابل فرضی با نوک بینیتون دارید دایره میزنید. 5 تا دایره خیلی آهسته از راست. دقت کنید که سرشانه رها باشه. ترجیحاً اگه عینک دارید بردارید، یعنی عینک به چشم نداشته باشین چون نگاهتون هم داره حرکت میکنه. چشما باز باشه چون انرژی سر و گردن داره سیال میشه که چون حالت مارپیچ داره ممکنه ایجاد سرگیجه کنه. پس چشم‌ها رو باز نگه می‌داریم که از این حالت حتم‌المقدور پیشگیری کنیم. سرشانه رها، نگاه هم داره همینجوری حرکت میکنه. 5 تا که از یه سمت تموم شد، سمت دیگه. دهان بسته ولی چشم‌ها بازه ترجیحاً. آهسته لطفاً انجام بدید. تمرینات گردن رو باید خیلی احتیاط کنید، خیلی آهسته انجام بدید. مرسی. خیلی خوبه و خیلی آرام بخش تمرینات گردن، یعنی پیش از خواب هم توصیه میکنم بهتون، کمک میکنه به بهبود خوابتون حتی. خب به اثر تمرین توجه کنید. اونایی که سرگیجه یا تهوع دارید با چشم باز، اونایی که ندارید با چشم بسته استراحت کنید، آماده ادامه تمرینات بشید. خب در ادامه میخوایم بریم سری کامل گربه رو با همدیگه کار کنیم که برای رفع خستگی عالیه. ولی اول میخوام رو زانومون کار بکنیم که زانو آماده باشه. یه تمرین تراپی خیلی خوب برای زانو داریم، لوزی. ببینید به این شکل با دستمون لوزی درست میکنیم، میندازیم دور کشکک زانو. خیلی آروم، فشار ندید لطفا. خیلی آروم بالا پایین میکنیم. مرسی. بعد راست و چپ، انگار مثلا دارین در یه مربا رو باز میکنی، شیشه مربا. ببینید به این شکل فشار نمیدیم و خیلی ملایم. بعد آروم ماساژ بدید که قشنگ آماده بشه این موضع. حالا برید سراغ پایه دیگه. لوزی درست میکنیم به این شکل. خیلی خوبه. بالا پایین میکنیم. بعد راست و چپ، سرشانه گردن رها باشه، فشار نیارید.
تمرین بسیار التیام بخشی هستش، اصلا برای درد زانو هم توصیه میشه. خیلی آروم ماساژ بدین. خب حالا مقدمه گربه رو اول میخوایم انجام بدیم. ببینید به این شکل، یعنی مثلا این تمرین مقدماتیش به درد اونایی میخوره که زانوشون دیگه خیلی مشکل داره و اصلا نمیتونن گربه رو انجام بدن. خیلی راحت همونجور که نشستی دستتون رو روی پاتون قرار میدید. به این شکل پشتم رو کرف کردم، میبینید مقعره، یعنی سر من و لگن من تیک خورده به عقب، ستون مهرا کاملا قوس داره و بعد به این شکل برعکسش، یعنی پشتم رو کاملا گرد میکنم. خب اینو یه 5 دور اول انجام میدیم. مرسی. نفس جاری باشه چون مکس داریم. بچه دقت کنید که چانه رو به جلو و بالا دادم، گردن رو اینجوری خم نکردم، یعنی از گردنم دارم محافظت میکنم. به این شکل میبینید؟ بله. خب این مقدماتیش بود که همه افراد میتونن انجام بدن. حالا بریم سراغ خود گربه. 2 زانو میشینم، بعد آرنج رو میچسبونم به زانو. حالا یه کف دست میرم جلو. این میشه وضعیت استاندارد برای انجام گربه. قشنگ انگشتاتون رو پهن و باز نگه دارید، روی پا رو بخوابونید. اول یه 5 جفت گربه 1 و 2 رو با هم انجام میدیم به این شکل، همونی که انجام دادیم نشسته. حالا داریم 4 دست و پا انجام میدیم، میبینید به این شکل. سر و لگن رو تیک میزنم بالا. حالا پشتم رو مهره به مهره از انتهای ستون مهره گرد میکنم. 5 جفت انجام بده. اینجا دمه و اینجا بازدم. 4 بازدم. دم و بازدم از بینیه، دقت کنید دهان بسته هست. خیلی خوبه. حالا اگه خیلی بهتون فشار اومده میتونید یکم بشینید، مثلا دستتون رو بتکونید. اگر نه که بریم سراغ ادامش. برای ادامه میخوام که شروع کنید دایره زدن به این شکل، میبینید؟ یعنی قشنگ دست و پا سر جای خودشه، ولی قسمت میان تنه رو انگار دارم که حرکت میدم. بله. 5 تا از راست. خیلی خوبه، قشنگ دایره بزن. 5 تا هم از چپ به این شکل. خیلی تمرین خوبیه، قشنگ خستگیتون برطرف میشه و خیلی سرحال میایین. با پکیج گربه میتونید بر افسردگی غلبه کنید. خب حالا بریم سراغ اون بخش محبوب خودم، یعنی پیچ گربه. خیلی تمرین خوبیه. دست راست رو به این شکل میارم بالا، سرم هم باهاش چرخیده. حالا به این شکل یه چرخش توی کف دستم ایجاد کردم، یعنی کف دست رو چرخوندم رو به سقف. بعد قشنگ سمت راست صورتم رو میذارم. 2 وضعیت داره. وضعیت اول به این شکله که دست چپ من کشیده شده. وضعیت دوم این هستش، میارم بالا، دوباره برش میگردونم و میام به وضعیت ابتدایی. حالا سمت دیگه دستم میبرم بالا. حالا اینجا دارم چرخش ایجاد میکنم. قشنگ سمت چپ صورتو میذارم، میکشم، بعد میبرم بالا. حالا دوباره برش میگردونم و میام به وضعیت ابتدایی. خب بریم برای راند 2. به این شکل خوب شانه رو رول کن، بکش، بیار بالا. ببینید که چطور خستگی کتف و سرشانه محدوده تراپزیوس برطرف میشه و خونرسانی در اندامهای تحتانی ناحیه لگن معکوس میشه. استراحت دارین میدین به اندامهای تحتانیتون. مرسی. یه جفت دیگه انجام میدیم. دم میکشم کامل. شانه رو دیدین چطور کشیدم؟ دستو کشیدم جلو، بالا، دوباره پایین. نفس جاری باشه لطفا. برمیگردم سمت دیگه. خیلی خوبه. چرخش دست یادتون نره وقتی دارید تو پیچ قرار میگیرید. عالیه. به وضعیت کتفتون توجه کنید. خب حالا به وضعیت 4 دست و پا برگشتم. آروم آروم میشینم. حالا هر نشستی که توش راحت تر هستید میتونید دستتون رو بتکونید، چرخش مچ بدید، استراحت بکنید، آماده ادامه تمرینات بشید. تمرین بعدیمون تو وضعیت خوابیده هستش. چند تا تمرین خوابیده میخوایم انجام بدیم. اول میخوام به روش صحیح به پشت دراز بکشید. اینو حتما رعایت بکنید. مثلا موقعی که میخواید شب برید بخوابید یا هر موقع به این روش به پشت دراز بکشید. ببینید ساعد رو میذارم، بعد مهره به مهره
تخت پشت رو رها میکنم روی زمین. حتما این رو رعایت کنید که از کمرتون محافظت کنید. خب حالا دستاتون رو، یا اگه مشکل مچ دست دارید، یه پتوی تا شده، یه حوله، یه چیزی رو زیر ساکروم بذارید، محدوده زیر لگن. بعد پای چپ که خم میمونه، پای راست رو میارم رو شکم و بعد صافش میکنم. حالا اگه میتونید 90 درجه اینجوری نگه دارید که خیلی هم خوب، نمیتونید یه ذره ببرید جلوتر، ولی زانوتون میخوام صاف باشه. حالا برای اولین تمرین میخوام که پنجه پاشنه بکنید. یکی از بهترین تمرینات برای رفع خستگی. چون انقدر خوبه میخوایم که اینو 10 جفت انجام بدیم. 3، ببینید به این شکل از مچ دارید فقط بالا پایین میکنید. پنجه پاشنه. 4، 5. اونایی که مشکل واریس دارن، مشکل ورم پا، مثلا پاتون زیاد تو کفش بوده، نشسته بودید، ورم میکنه، و اونایی که مشکل واریس مزمن دارید بسیار بهتون کمک میکنه. 8 بشمارید دیگه خودتون. 9 تق اگه میشنوید خیلی هم خوبه. 10. خب حالا میخوایم تمرین پیچ گوشتی رو انجام بدیم. پیچ گوشتی یعنی چی؟ ببینید شما این مفصل فمورتون، مفصل ران، توی اون قسمت توهیگاه انگار میخوای این رو بچرخونی، ماساژش بدی. به این شکل نگاه کنید، به این شکل. یعنی دقیقاً انگار که دارید یه پیچ گوشتی رو حرکت میدین. ببینید پس مفصل ران، مفصل فمور رو دارم حرکت میدم. 3، 4 و 5. مرسی. حالا کف پاتون رو قشنگ بکشید رو به سقف، انگار که مثلا رو کف پاتون من یه چیزی گذاشتم، سینی گذاشتم. حالا باهاش شروع کنید دایره زدن. پس این بار داریم از مفصل رانمون انگار که دایره ترسیم میکنیم، با کف پامون انگار داریم رو سقف اتاق دایره میزنیم. 5 تا از راست. دامنه حرکتتون لطفا خیلی گسترده نباشه که فشار نیاد بهتون. 5 تا از چپ. این برای حفظ تراکم استخوان هم خیلی کمک میکنه، به ویژه در ناحیه لگن و به ویژه در خانم هایی که در سنین یائسگی یا پیش از یائسگی هستن. خب اینم پس 5 تا رفت و برگشت انجام میدم. حالا پا رو میارم رو شکم. یه کوچولو استراحت بدید به خودتون، قشنگ پا رو سر بدید. نیمه راست و چپ رو مقایسه کنید چقدر حسش متفاوت شد. یعنی زمین تا آسمون الان حس و حال پای راستتون با پای چپتون فرق میکنه. حالا بریم این حس رو در پای چپمون هم ایجاد کنیم. دوباره دستمون یا پتوی حوله چیزی رو میذاریم زیر ساکروم، پای راستمون خم میمونه، پای چپ رو اول میاریم رو شکم، حالا صافش میکنیم. میتونی یکم بکشی جلوتر، ولی زانو میخوام که صاف باشه. خب پنجه پاشنه 10 تا رو انجام بده، یعنی 10 جفت. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. خب حالا پیچ گوشتی ها رو بردارید به این شکل. میبینید قشنگ دارم پیچ گوشتی رو انگار حرکت میدم. 3 برای سمزدایی هم خیلی خوبه، سمومی که در جوینت و در واقع اتصال مفاصل ایجاد میشه. خب حالا کف پا رو به سقف دایره میزنید. دایره رو قرار شد که خیلی گسترده ترسیم نکنیم، لگن رو حرکت نمیدیم، ثابته. 3، 4 نفس جاری باشه، حبس نفس نداریم. 5 و جهت عکسش تنفس خیلی در تمرینات یوگا های اهمیته. 4 و 5. مرسی. حالا پا رو خم میکنی، کف پا رو میذاری، لگن رو بلند میکنی، استراحت میکنیم. به اثر تمرین آگاهیم و آماده ادامه تمرینات میشیم. خب حالا میخوام 2 تا پیچ رو که خیلی خوب به رفع خستگی کمک میکنه انجام بدیم که دومیش خودش 2 تا سطح داره. پیچ اول، پا رو خم میکنم، پای راست رو میندازم رو پای چپم. دوستانی که کمر درد دارید یا روزهای اول پریودتون میتونید 2 تا بالش طرفینتون بذارین، یه چیزی مثل این که پاتون خیلی نیاد پایین. خب دستتون رو میتونید صلیب کنید، کف دستتون رو به زمینه، جفت پاها به راست، سر و گردن به چپ. وقتی که وسط هست پاها دم شکمی میگیم، شکم پر میشه. وقتی به طرف این میره شکم خالی میشه، به داخل میکش. دوباره دم، بازدم، دم، بازدم. خوب بکش خودتو. 3 دم، بازدم، دم، بازدم. داینامیک داریم انجام میدیم، یعنی مکسی نداریم به اون صورت. مرسی. 5 کتفتون جدا نشه از روی زمین. خب
الان ما 5 جفت با پای راست روی پای چپ انجام دادیم. حالا جای پا رو عوض میکنیم. پای چپ رو میندازیم، از چپ شروع میکنیم. پاها به چپ، سر به راست، وسط. مرسی. دوباره. عالی شد. 3. بله. 4. خوبه. و 5. عالیه. خب حالا قبل اینکه بریم سراغ پیچ بعدی یه کوچولو استراحت میکنیم. به اثر تمرین به گرمایی که ایجاد شده به ویژه در بخش میانی سامانوایی رو توجه میکنیم. نفس ها آرام و عمیق. حالا آماده پیچ بعدی میشیم. پیچ بعدی اول مبتدیشو با هم کار میکنیم. پای راست رو خم میکنم، میذارم روی ران پای چپم. ببینید بالای زانو، روی زانو نیستش، اینجا نیست، بالاتر هستش. بعد دست راستم هم صلیب کف دستم رو به زمینه. دست چپ رو میبرم بیرون پای راست رو میگیرم و میکشمش به طرف زمین. باز بچه‌ای که پریودید یا کمر درد داری یه چیزی بذارید که پاتون خیلی پایین نیاد، کتفتون ترجیحاً جدا نشه، سر چرخیده به طرف دست راسته. یه دونه دم و بازدم میمونیم و برمیگردیم. بعد جای پا رو عوض میکنیم، یعنی مدام به تناوب میخوایم انجام بدیم. به این شکل جا به جا کردم. یه دم و بازدم شکمی حتما بمونید. برمیگردیم یه دور دیگه. پس فعلا داریم سادش رو انجام میدیم. یه دم و بازدم میمونم، برمیگردم. شما اولویتتون کتفتون باشه. حالا اگه پاتون به زمین نرسید مهم نیست، مهم اینه که کتف اینجوری جدا نشه. خب یه دور دیگه. مرسی. پس من اولویتم کتفمه. اینو 3 راند انجام دادم. این انتهای راند سوم من هستش. بله. خب یه کوچولو استراحت بکنید. حالا یه بخشیش که ممکنه بعضیتون نتونید انجام بدید، به ویژه اونایی که مشکل محدودیت زانو دارید، به این شکله که پای راست رو خم میکنم، روی ران پای چپم میذارم. فعلا عین تمرین اوله، درسته؟ حالا پای زیری که صاف بود رو از عقب خم میکنم و با این دستم میگیرمش. اینجاست که بعضی ممکنه نتونید. لطفاً آهسته این تمرین رو انجام بدید که دچار کرامپ تو ناحیه عضلات همستر نشید. خب سر رو میچرخونم، حداقل یه دم و بازدم بمونید. حالا کسی اگه نمیتونه، محدودیت داره، همون تمرین ساده رو انجام بده، به خودتون فشار نمیارید. خب جای پا رو عوض میکنم. از این زاویه بهتر میتونید پیچ رو ببینید. ببین به این شکل اول میرم تو وضعیت، بعد با دستم پا رو گرفتم. گفتم این ناحیه ممکنه دچار کرامپ بشه، دچار گرفتگی بشه. اگر که این حالت رو تجربه کردید آروم ماساژ میدید. پس ببین به این شکل کتفم هم جدا نشده. این تمرین خیلی زیبا هست. اتفاقا من چند وقت پیش تصویر یکی از شاگردانم رو که از بالا گرفته شده بود، این تمرین رو انجام داده بود، گذاشته بودم. خیلی تمرین زیبایی از بالا، میتونید بگید که ازتون عکس بگیرن و تقارن این تمرین رو و زیباییش رو خودتون مشاهده کنید از بالا. خب به این شکل دور دوممه. مرسی. کتف جدا نشده، میبینید. یه دور دیگه انجام میدم. خیلی خوب میتونه که خستگیتون رو برطرف بکنه، یعنی کاملا کشش رو دارین تو عضلاتتون احساس میکنید. مرسی. یه دور دیگه انجام میدم به این شکل. خوبه و تمام. برمیگردم، استراحت میکنم. به اثر تمرین به تپش قلبم آگاه هستم و آماده ادامه تمرینات میشیم. خب عزیزان، 2 تا تمرین دیگه ای داریم که اینا رو با هم بهتون آموزش میدم با کانترپوز های خودشون، یعنی مکمل هاشون. توی این 2 تا تمرین نیاز به آجر داریم. حالا آجرتون حتما فومی باید باشه، یعنی چوبی نباشه، چون که ممکنه اذیت کنه تنتون رو. و اگه آجر نداره میتونید از یک حالا بالشتکی، چیزی شبیه این استفاده کنید. تمرین اول که حالا ممکنه نیاز به بالشتک هم داشته باشیم، براتون میگم چرا. به این شکل که آجرتون رو یه همچین محدوده ای قرار میدین. حالا کجا؟ ببین لبه بالایی آجرتون بین 2 تا کتفتون هستش، حدودی اینو میذارین. بعد آروم آروم روی آجرتون میخوابید.
ببین خیلی مهمه که جای درست آجر رو پیدا کنی، یعنی آزاردهنده نباید باشه. یعنی باید ساعت‌ها بتونی تو این وضعیت قشنگ پاها باز دستا باز، انگار مثلا رو آب دراز کشیدی. خوابیدن روی آب رو اونایی که اهل شنا هستین حتما تجربه کردین دیگه، که خودتون رو سبک میکنین ولی میسپرید، یه همچین وضعیتی دارید. خب پس اگه میبینید که داره اذیتتون میکنه، باید بلند شید اینو یه ذره بالا پایینش کنید که جای راحتی باشه، اصلا آزارتون نده. نکته بعدی، بعضی از دوستان به دلیل اینکه حالا چاکرای قلبشون ممکنه که انسداد داشته باشه یا عدم تعادل داشته باشه، حالا عزیزی رو از دست دادن، شکست عاطفی داشتن، هرچی، حتی کرونا، ممکنه وقتی تو این وضعیت قرار میگیرن احساس تهوع داشته باشن. پس اگه دیدی تو این وضعیت احساس تهوع داری، یه بالشتک کوچیک میذاری زیر سر. چرا میگم کوچیک و کم ارتفاع؟ به خاطری که نمیخوام سرت بیاد بالاتر از قسمت سینه، کمی میاد بالا، اما اونقدری سر نباید بیاد بالا که بالاتر از سینه قرار بگیره، ولی کمک میکنه که اون وضعیت و اون حالت تهوع رو هندلش کنی. خب پس به این شکل قرار میگیری قشنگ دستا باز، کف دستا رو به سقف، پنجه پا رها به طرفین و نفس بکشید. با هر بازدم قسمت کتف رو کاملا رهاتر میکنید، انگار که آجرتون داره تو تنتون فرو میره. بسیار تمرین خوشایندیه، اتفاقا کمک میکنه به عزیزانی که چاکرای قلبشون آسیب دیده، مثلا عزیزی رو از دست دادی، شکست عاطفی داشتی، هرچی. اونایی که این روزا اعتماد به نفسشون کمه، بهشون این تمرین خیلی کمک میکنه. خستگی های ناحیه قفسه سینه بین کتفا رو برطرف میکنه. میبینید که محدوده ترپزیوس کاملا تحت فشار هستش الان با آجر، خوب خستگیش برطرف میشه. لطفا چشم و دهانتون بسته باشه، نفس بکشید، خودتون رو بسپارید، انگار دارید ذوب میشید، میرید تو زمین. این تمرین به افرادی هم که قوز پشت دارن، کایفوز، خیلی کمک میکنه. اونایی که افتادگی سینه دارن، خیلی عالیه. خب حالا میخوایم کم کم از تمرین خارج بشیم، هرچند که من خودم این تمرین رو انقدر دوست دارم که ساعت‌ها میتونم تو وضعیتش بمونم. خروج از تمرین هم مهمه. ببینید به این شکل، اول نیمخیز میشم، بعد آروم آروم بلند میشم و آجر رو کنار میذارم. بلا فاصله میخوایم کانتر پوزش رو انجام بدیم. باز به روش صحیح به پشت دراز میکشیم. برای کانتر پوزش کودک شاد رو انتخاب کردم. به این شکل کانتر پوز یعنی مکمل دیگه، یعنی ما میخوایم که حالا که خم به عقب داشتیم، یه خم به جلو خوبی داشته باشیم، لبخنداتون آماده باشه، کودک شاده دیگه، که در واقع مکمل باشه. و یه نکته مهمم بگم، دوستانی که تنگ کانال نخاعی دارید، اون تمرین آجر ممکنه براتون مناسب نباشه، چون خم به عقب خیلی وسیعه. حتما بالش بذارید زیر سرتون که قوس خیلی نباشه. خب ببینید الان این قسمت ساق پای من عمود به رانمه، دستم رو از داخل میارم، بعد لبه خارجی کف پا رو میگیرم، روی رانم رو به زمین نزدیک میکنم، حالا هر چقدر که بدنت باهات راه میاد. بعضیا دستشون نمیرسه، یعنی انقدر دستشون انعطاف نداره یا بلند نیستش که برسه به لبه پا. خب این قسمت رو بگیر، مچ رو بگیر، ساق رو بگیر، هر جا دستت میرسه، ولی دستت یه جا باشه. خب حالا شروع میکنی قلط زدن. بچه ها رو دیدی چجوری خوشحال خندونن؟ دوست داری قهقه هم بزن با من؟ خیلی خوبه، قشنگ میخوام خودتو رها کنی. عالیه، بخنده روی دنیا تا دنیا به روت بخنده. مرسی. خب حالا که خوب شاد شدین، میخوایم آماده تمرین بعدی بشیم. گفتم 2 تا تمرین آجر رو با هم بهتون آموزش میدم. تمرین بعدیمون به این شکله که در واقع آجر رو میخوایم محدوده ساکروم قرار بدیم. باز دوستانی که تنگ کانال نخاعی دارید، با احتیاط لطفا تمرین رو انجام بدید، ولی بسیار تمرین خوبی هم برای رفع خستگی ناحیه لگنتون، انتهای کمرتون، هم برای اونایی که الیوسواز یعنی اون عضله جلوی لگنشون کوتاهی داره و کمک میکنه که کشش ایجاد بشه درش، و حتی خیلی از دردهای ناحیه کمر رو میتونید که هندل کنید و پوشش بدید. خب ببینید به این شکل که من پاهام خمه از زانو،
لگن رو بلند میکنم و این آجرم رو دقیقا زیر ساکروم قرار میدم. باز ببینید اینجا باید جای درستش رو پیدا کنید. یعنی وقتی که پا رو دراز میکنی نباید احساس بدی داشته باشی، باید راحت باشی تو تمرین. پس اگه احساس ناراحتی داری یعنی باید یه ذره جلو عقبش کنی. حالا هر کسی بر اساس حجم باستن و لگنش ممکنه که جای آجرش فرق بکنه، یه ذره بالاتر پایین تر باشه. پس قشنگ جاشو پیدا بکنید. بعد پای چپتون قشنگ دراز میمونه، پای راست رو خم میکنی میاری رو شکم. دست رو میتونید یا زیر ساق یا روی ساق قشنگ بکشید. مرسی، بمونید تو تمرین. 10 تا نفس میمونیم. ببینید چقدر خوب هم دارید کشش ایجاد میکنید، همین که در واقع خستگیتون برطرف میشه. اون آجر داره بهتون کمک میکنه. خب 10 تا نفس که موندین که ذهناً میشمارید، جای پا رو عوض میکنید. دقت کنید بالا تنه کاملا بعد رو زمین بمونه تو این تمرین. خب پا رو میارم، حالا دستم یا زیر ساق یا روی ساق، سرشانه رهاست، نفس جاری. مرسی. ببینید که چقدر خوب جلوی لگن در ناحیه راست داره کشیده میشه، ولی سمت چپ حس متضادی داره. بسیار عالی. خب حالا دوباره پا رو میذارم آروم. ببینید به این شکل لگن بلند میشه و آجر رو خارج میکنم. این تمرینم خوبه که بعدش حتما یه کانترپوز داشته باشیم. برای کانترپوزش میخوام به این شکل پاها رو بیارید روی شکم و شروع کنید خیلی نرم 5 تا دایره از راست بزنید، 5 تا از چپ. باز مثلا بچه‌ای که مشکل زانو دارن میتونن دستشون رو به این شکل بذارن زیر ساق که زاویه زانو بازتر باشه. جهت عکسش من انجام میدم. خوب دارم ماساژ میدم انتهای کمر رو. عالیه. خب حالا یکم استراحت میکنیم و آماده ادامه تمرینات میشیم. خب عزیزان، در انتها چند تا تمرین رو به شکم رو میخوام بهتون بگم. منتها دوستانی که کمر درد دارید وقتی رو به شکم قرار میگیرید حتما یه پتو تا شده زیر شکمتون قرار بدید. خب تمرین اولمون به این شکله که در واقع بازو عمود به ساعد هستش، مثل ابوالهول. مجسمه ابوالهول رو همتون دیدین دیگه. بعد روی پاها خوابیده، کمی پاها رو از هم فاصله میدیم که از کمر محافظت کنیم. حالا خیلی آروم چانه رو به جلو و بالا میکشم و 2-3 تا نفس میمونم. پوبیس یعنی استخوان اندام تناسلی رو قشنگ فشرده میکنم به زمین و بعد آروم آروم آرنجا رو به طرفین باز میکنم، پیشونی رو روی زمین برمیگردونم. 1-2 تا نفس استراحت میکنم، بعد میرم برای راند بعدی. باز اینجا دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی خم به عقبتون کامل نباشه. ببین به این شکل. سرشانه گردن بدون انقباض، دقت کنید به این نکته. آروم آروم برمیگردم و راند 3. مرسی، خیلی عالیه. خب کمی استراحت بکنید. برای استراحت شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفین. یه گونه رو زمین بذارید، قشنگ خودتون رو بسپارید. استراحت. حالا میخوایم آماده پیچ ابوالهول بشیم که خیلی خوب میتونه که خستگیتون رو برطرف بکنه. برای انجام پیچ پاهاتون رو باز میکنید قشنگ. ببینید یعنی اندازه مثلا عرض متتون یا حدود 1 متر و اینکه پنجه پا تیز میشه اینجا، یعنی روی پا رو نمیخوابونید، پنجه پا رو تیز کرد. حالا چیکار میکنم؟ ابتدا قشنگ بدن رو لیفت کردم بالا، تنه رو یه دم میگیرم، بعد با بازدم میپیچم اول به چپ، چون میخوایم اول کلون بالا رونده روده رو تحریک کنیم توی این پیچ، و به پاشنه پای چپم نگاه میکنم. 1-2 تا نفس میتونید بمونید، بعد برمیگردید. دوباره دم و بازدم، میپیچم این بار به راست. 1-2 تا نفس میمونم، انقباض اضافه تو سرشانه ندارم، برمیگردم. دوباره به چپ. مرسی. 1-2 تا نفس بمونید، برمیگردیم. دوباره به راست. 1-2 تا نفس، برمیگردیم. یه دور دیگه میبینید که قسمت پشت پهلوتون کاملا درگیر میشه. خیلی عالیه. مرسی. خب استراحت میکنم. یه گونه دیگر رو بذارید زمین
و شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفین. استراحت کنید. الان گرمتون شده، کاملا درسته. خب حالا تمرین بعدی، دوستانی که کمر درد دارید با احتیاط انجام بدید. بهش میگیم مارمولک و جزء تمرینات اختصاصی سبک ساتیاناندا هست. اگه که با احتیاط انجام بدین دوستان کمر دردی، اتفاقا براتون خوبه. یعنی خیلی خوب میتونه که توی قسمت فیله کمر کشش های مناسبی ایجاد کنه و خستگیتون رو بسیار خوب میتونه که برطرف کنه. ببین به این شکل رو به شکم قرار گرفتم، پنجه پامم تیز کردم، پاها یکم از هم فاصله داره. دو تا دست من میاد زیر ناحیه سینه، هر دستی آرنج دست دیگر رو میگیره. خب این از دستم. حالا چانه رو میکشم بالا، دم میگیرم، بعد با بازدم روی زانوم به عقب خودم رو میکشم، پیشونی رو روی دستا میخوابونم، سینه میاد رو زمین. درست شد؟ بعد دوباره با دم بعدی میام بالا و بعد آروم سر رو رها میکنم با بازدم. خیلی تمرین خوبیه، خودتون حالا تجربهش میکنید. پس دم، بازدم، خوب لگن رو بکشید عقب، دوباره دم و بازدم. یه دوره دیگه، دم، بازدم، دم و بازدم. مرسی. کافیه 3 راند کامل انجام دادیم. استراحت میکنیم. حالا استراحتمون هم خودش یک آسانا هستش. برای استراحت این کار رو میکنم که متقارن هم بعد انجام بشه، یعنی یه دور از راست یه دورم از چپ. ببینید من بازو چپم رو مثل بالش میارم زیر سرم، بعد پای راستم به این شکل خم میشه. 2 تا دستم رو حالا به این شکل میتونم روی هم قرار بدم یا توی هم قلاب بکنم. به این شکل تو این وضعیت استراحت میکنم. یعنی میخوام قشنگ بدن رو بسپارید. پس میتونید 2 تا دستتون رو بهش قلاب کنید، قشنگ سر رو رها کنید و یک وضعیت نامتقارن درست کردین دیگه. مثلا 5 تا نفس این سمت رو انجام میدیم. قشنگ بدن رها، سرشانه رها. نفس ها آرام و عمیق هست، چشم ها بسته. و بعد جهت عکسش ببینید به این شکل قشنگ سر رو میخوابونم و خم میکنم پا رو. 2 تا دستم تو هم قلاب شده. بدن رو کاملا سنگین و لخت قرار بدید. برای رفع خستگی یکی از بهترین تکنیک ها هستش. این هم تا 5 نفس میتونید بمونید. مرسی، خیلی عالیه. بعد میتونید از وضعیت خارج بشید. حالا دوست داشتین کمی تو وضعیت شاواسانا به پشت قرار میگیرین، استراحت میکنید با چشم بسته، آگاهیم به اثر کلیه تمریناتی که انجام دادید در دست ها، پاها، میان تنه، سر و صورت و گردن کاملا رها. تا هر زمان که نیاز دارید استراحت کنید و بعد میتونید که بلند شید و به زندگی روزانه‌تون بپردازید. مرسی که منو همراهی کردین. شاد و سلامت باشید.